morning, and a new TikTok trend is inspiring students to steal items from school and even vandalize bathrooms. Well, it's a trend going around the internet, but it could land you in jail. Everybody's talking about the orange peel theory. If you don't know what that is, the orange peel theory basically describes when your partner does an act of service for you. Just because people do things on social media doesn't mean you should. And dentists around the country are امروز میخوایم بدترین ترندهای تیک تاک رو ببینیم و میخوام از سبکتریناش شروع کنم تا برسیم به اونایی که واقعا وحشتناکن. من پیکسی فرنازم و امیدوارم از سری جدید ویدیو لذت ببرید. از اونجا که یک مدت فعالیتمو توی تیک تاک شروع کردم و برای اینکه میخوام هر دقیقه توش بهتر بشم تحقیقات زیادی راجبش کردم، یهو رسیدم به این مسئله، به چالشایی که میتونه زندگیتون رو تا ابد تغییر بده. بیاین اول از چالش لیسیدن بستنی شروع کنیم. ژوئن 2019 تو والمارت شهر لافکین تگزاس یه اتفاقی افتاد که باعث به وجود اومدن یکی از چندشاورترین ترندهای تیک تاک شد. یه زن و دوست پسرش داشتن با هم میگشتن که رسیدن به یخچال بستنیا و اون خانم همونطور که داشتش به بستنیا نگاه میکرد یهویی یه ایده بسیار احمقانه به ذهنش رسید. یه دونه بستنیای بلوبر رو برداشت، درش رو کند، یه لیس ازش زد و درش رو دوباره بست و گذاشت با خنده سر جاش. این مسئله به خودی خودش احمقانه بود، ولی شوهرش تصمیم گرفت یه تصمیم احمقانه تر بگیره و از این صحنه فیلم بگیره و اونو توی تیک تاک بذاره و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. این ویدیو طی یه هفته 12 میلیون ویو گرفت. این ویدیو وایرال شد و باعث شد که آدمای زیادی زیرش کامنت بذارن. کامنت‌های مثل اینکه این آدم روانپریشه یا اینکه این مسئله باید جرم انگاری بشه. اما همزمان جدا از کامنت‌های منفی که میگرفتن، یه سری افراد تازه ترغیب شدن که اینو ترند کنن و آدمای زیادی به والمارت رفتن و شروع کردن به اون برند بستنی رو لیست زدن. والمارت به این دلیل که نمیدونست اون بستنی که این خانم لیست زده کدوم بستنیه، مجبور شد تمام بستنیایی که داشت رو بریزه دور. و والمارت تنها کسی نبود که از این مسئله عصبانی شده بود. برند اون بستنی بسیار از این مسئله ناراحت شده بودش و پلیس خواست که اون خانم رو پیدا کنه و این مسئله جرم انگاری بشه تا افراد دیگه این کار رو انجام ندن. ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و افراد بیشتری تصمیم گرفتن به این ترند بپیوندن. افراد زیادی به والمارت میرفتن و بستنیای اونجا رو برمی‌داشتن و لیست می‌زدن و سر جاش می‌ذاشتن که حتما این ترند رو انجام داده باشن. مردمی که تا قدیم راحت میرفتن و بستنیشون رو میگرفتن الان دیگه به یه درجه رسیده بودن که نمیدونستن تصمیم درسته بخوان برن بستنی بگیرن یا نه، چون نمیدونستن که قبلا کسی اون بستنی رو باز کرده و لیستش زده یا نه. از اونجایی که چالش لیسیدن بستنی خیلی ترند شده بود، مردم از پلیس و فروشگاه‌ها خواستن که این مسئله رو حل کنن. فروشگاه‌ها مجبور شدن به یخچالاشون قفل بزنن و حتی بعضی از فروشگاه‌ها مجبور شدن نگهبان دم در یخچالاشون بذارن. و زمانی که فکر می‌کردن این مشکل رو حل کردن، ترند رسید به یه محصول دیگه. 3 جولای یه چالش جدید شروع شد. این دفعه یه نفر دیگه تصمیم میگیره بره به فروشگاه و یه دونه دهانشویه برداره، درشو باز کنه، اونو تو دهنش بچرخونه و دوباره توف کنه توی همون ظرف و درشو ببنده و بذاره همونجا. این یکی ویدیو ظرف 2 روز به 14 میلیون ویو رسید. ولی این مسئله باعث شد دیگه پلیس مجبور شه این مسئله رو جدی حل کنه، به خاطر اینکه دیدش که داره همینجوری این مسئله به محصولات دیگه کشیده میشه و شروع کرد به دستگیر کردن تک تک افرادی که این ویدیوها رو میذاشتن. یکی از این افراد آدریان اندرسون بود که به این جرم 30 روز رفت زندان و 2 سال هم حکم تعلیق گرفت. جالبه داستان اینه که این آدم تونست با فیش خریدش ثابت کنه که اون بستنی رو بعدش خریده، ولی مثلا نتونست باعث بشه که تو حکمش تغییری پیدا کنه و مجبور شد 30 روز زندانش رو بکشه. در نهایت همه شبکه‌های اجتماعی این ترند رو جمع کردن و کم کم این ترند خودش تموم شد. در حالی که این چالش کلی خسارت مالی به وجود آورده بود، چالش بعدی به وجود اومد. این یکی چالش هیچ هزینه‌ای نداشت، چون یکی چالش مغزتو درگیر میکرد. چالش پوست پرتقال. تو تیک تاک کلی چالش‌های رابطه‌ای هستش که وقتی داری اسکرول میکنی هر روز داری کلی از اونها رو میبینی که توش یه جورایی دارن نشون میدن چقدر همدیگر رو دوست دارن یا اینکه حاضرن چه کارهایی برای اینکه همدیگر رو خوشحال کنن انجام بدن. چالش پرتقال هم یکی از اونها بود. چالش اینجوری بود که دختر از پسر می‌خواست یه پرتقال براش پوست بکنه و اگه پسر حاضر میشد اون پرتقال پوست بکنه، نشونه این بود که اون پسر عاشقشه.
و اگه این کار نمیکرد یعنی که اون رابطه بعد تموم میشد. خیلی‌ها حتی اینو میومدن شواف میکردن که با چه دیتیلی طرف داره اون پرتقالو براشون پوست میکنه و چه جوری اون پرزارم حتی جدا میکنه که پرتقال به پرفکت ترین حالت ممکن به دوست دخترشون داده بشه. ولی در کنارش هم افرادی بودن که این مسئله باعث میشد دعواشون بشه. این مسئله به همین سادگی باعث شد خیلی از زوجا از هم جدا شن. یه دختر تو ردیت نوشته بود وقتی از دوست پسرم خواستم این کارو بکنه چون خیلی خسته بود گفت خودت میتونی این کارو بکنی چرا من باید برات انجام بدم و این تبدیل شد به یه دعوای شدید و یه رابطه چندین ساله خیلی راحت بابت همچین مسئله تموم شد. این دختر وقتی داستان خودش تو ردیت تعریف کرد افراد زیادی اومدن مسخرهش کردن که چرا یه همچین چالش احمقانه انجام دادی. و اون دختر خیلی ساده گفت که من نمیخواستم رابطه‌مو خراب کنم فقط می‌خواستم ببینم چقدر بهم اهمیت میده. فکر نمی‌کرد رابطه‌ش انقدر ساده تموم شه. اینطور همینجور بالا و بالاتر گرفت و هی تصمیم گرفتن ترندا رو پیچیده‌تر کنن. مثلا دختر تصمیم میگرفت دوست پسرش رو از خواب بیدار کنه تا این کارو براش بکنه و یا اینکه به دوست پسر سابقشون پیغام میدادن که دلم تنگ شده واسه اون موقعی که برام پرتقال پوست میکندید و این چالش به حدی جدی گرفته شد که کارشناسان روابط عاطفی هشدار دادن که نباید سرنوشت یه رابطه رو با یه پرتقال سنجید که البته کاملا هم درست میگفتن. ترند بعدی خود بی‌احترامی بود. رقصیدن روی قبرها. تو فوریه 2021 یک یوتیوبر به اسم پگاسوس انقدر از این مسئله عصبانی شد که از این چالش یه ویدیو 8 دقیقه‌ای ساخت و حسابی رگبار گرفت بهشون. چون مردم میرفتن به قبرستون و کنار یا روی قبرهای افرادی که نمیشناختن شروع میکردن رقصیدن. بعضیا کلی حرکت‌های موزون انجام میدادن و بعضیا فقط مثلا یه آهنگ پاپ روش میذاشتن. واسه هیچکی نمی‌دونه اولین بار چه کسی این ترندو شروع کرد، ولی این ترند خیلی زود همه‌گیر شد. ملت حسابی عصبی شده بودن و کامنت‌های مثل اینکه خجالت بکشن جزو این نسلم یا اینکه کاش هر شب از کاراشون پشیمون بشن زیرش مینوشتن. دردناکه این مسئله اینه که حتی بزرگترا هم داشتن این کارو می‌کردن. مثلا یه مادر با 2 تا بچه‌هاش رفته بود و داشت روی سنگ قبرا میرقصید. حتی یه پسر طوری ویدیو گرفته بود که انگار داره روبروی قبر یکی از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا میرقصه که بعدها معلوم شدش که این فقط یه شباهت اسمی بوده و اون شخص نبوده. ولی به هر حال طرف وایرال شد با همچین چیزی. این چالش هم دوباره به خاطر اینکه باعث خشم مردم شده بودش تمام شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتن حذفش کنن و این چالش هم بالاخره تموم شد. حالا میریم سراغ خسارت به اموال. ترند دزدی از مدرسه. اول سپتامبر 2021 یه ویدیو منتشر شد که یه پسر بچه نشون داد تو کیفش یکی از وسایلی که از مدرسه دزدیده بود و آورده خونه. این مسئله خیلی زود وایرال شد و تو یه هفته 200,000 تا بازدید گرفت. و مثل همیشه باعث شد بقیه هم تصمیم بگیرن این کارو بکنن. از صابون تا آبخوری مدرسه و حتی وسایل بزرگتر مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور. تو بریتیش کلمبیا تو یه هفته 42 تا ظرف صابون از تو دستشویی‌های مدرسه کندن. حتی یه نفر لباس همکلاسیشو تو کابین توالت دزدید. مدرسه‌ها شروع کردن به تهدید کردن بچه‌ها که اگه این کارو ادامه بدین شما رو اخراج می‌کنیم و مسئله اینه که هیچ تأثیری روشون نداشت. بر همین تصمیم گرفتن در نهایت سرویس‌های بهداشتی رو ببندن. ولی این ترند برعکس ترندهای قبلی باعث به وجود اومدن یه ترند خوب شد. اسم این ترند عمل خوب فرشته‌وار بود که بچه‌ها شروع کردن اون صابونا یا مایع دستشویی یا اینجور چیزا رو دوباره برگردوندن به مدرسه. و حتی بعضی از بچه‌ها تصمیم گرفتن چیزایی مثل نوار بهداشتی و اینا که ممکنه یکی احتیاج پیدا کنه رو تو دستشویی براشون گذاشتن که به یه آدم ناشناس کمک کنن. حتی بعضی از بچه‌ها شروع کردن به نوشتن یه سری نقل قولای انگیزشی و ازش فیلم گرفتن. خودم باورم نمیشه بالاخره یه ترند تونست به سمت یه مسیر درست بره. یه ترند دیگه که به نظر من واقعا عصبی کننده است، ترند ایکی یا حال به همزنه. ممکن تو به یکی حتی با اینکه علاقه داشته باشی، یه سری از حرکت‌های خاص و ریزشو دوست نداشته باشی و باعث بشه یه ذره تو مخت بره این مسائل. مثل اینکه طرف تو چت شکلک اشتباهی بفرسته یا با پیش خدمت بد برخورد کنه. مثلا ویدیو شروع کرد به پخش شدن که مردم شروع کردن لیست کارهایی که دوست ندارن طرف مقابلشون انجام بده یا حتی یه آدم دیگه‌ای که مثلا میشناسن و منتشر کردن. مثل اینکه مثلا گفتن وقتی چرت میزنه اعصابم خورد میشه، یعنی که مثلا اگه یه ذره از شلوارش بیاد بیرون کلا بلاکش میکنن. این مسئله باعث شد مردم خیلی ریزبین و ایرادگیر بشن و باعث شد خیلی از روابط این وسط تموم شه، چه روابط دوستی چه روابط عاشقانه. البته یه ترند دیگه بود که این یکی یه راست سعی میکرد کل رابطه رو نابود کنه. ترند شوخی خیانت. این ترند اینجوری شروع شد که یه دختر وقتی دید دوست پسرش داره میره بهش یه پیغام داد که مثلا به اشتباه به یکی دیگه خواسته پیغام بده و به اون داده که رفت از خونه بیرون میتونی حالا بیای. و وقتی پسر اون پیغامو خوند، اصلا دختر سعی کرد از این مسئله فیلم گرفتن که ریاکت دوست پسرش چی خواهد بود.
چون پسر اینجوری بود که فکر کنم قرار سورپرایز تولدش باشه و هی اومده بود میگفتش که چی شده بود مثلا اینو اشتباه دادی، حتما با دوستان می‌خواستی هماهنگ کنی، حتما چیز اینجوری بوده. و به نظر بقیه این مسئله خیلی بامزه و قشنگ اومد و تصمیم گرفتن همین کارو انجام بدن. ولی این مسئله باعث شد که همه این برخورد نداشته باشن و دوباره مثل همیشه باعث تمام شدن یه سری روابط شد. ولی مسئله به جایی رسید که حتی بعضی جاها به کتک کاری و حتی به اسلحه کشیدن رسید. ترند بعدی که میخوام بهتون بگم، آسیب 100% به خود اون شخص میرسه. خدا رو شکر که به شخص خودم وقتی این ترند رو دیدم واقعا به نظرم یکی از احمقانه ترین ترندایی بود که تا الان اومده. چالش سوهان کشیدن دندون. این چالش تکنیکالی تو زمان اون مریضی همهگیری که اسمشو نمیخوام بیارم اتفاق افتاد. و از اونجایی که مردم نمیتونستن به راحتی دندون پزشکی برن، تصمیم گرفتن خودشون مشکلای زیبایی دندونشون رو حل کنن. یه دختر اومد و گفتش که دندونای جلوش مرتب نیست و از اونجایی که نمیتونه پیش دندون پزشک بره، تصمیم گرفت خودش با سوهان اونا رو انقدر بکشه تا مرتب و یه دست شن. و وقتی بقیه این ویدیو رو دیدن اینجوری بودن که چرا به ذهن ما نرسید؟ چرا ما این کارو نکنیم؟ و نتیجه اخلاقیش میدونین چی شد؟ آدمای زیادی شروع کردن این ترند رو انجام دادن و اولش نفهمیدن که چه آسیب وحشتناکی به دندونشون زدن، تا جایی که کم کم دیدن دندوناشون حساس شده و اگه یه چیز گرم یا سرد میخورن خیلی دندون دردای بدی میگیرن و برای بعضیا حتی به این درجه رسید که مجبور بودن 2 ساعت یک بار مسکن قوی استفاده کنن تا بتونن دردشو تحمل کنن. بعد این مسئله دندون پزشکا ویدیو ساختن و شروع کردن به هشدار دادن نسبت به این مسئله. تو ویدیوهاشون داشتن میگفتن که شما دارین لعاب دندوناتون رو خراب میکنید. این مسئله باعث میشه در درجه اول دردتون بیاد و بعدش هم به مرور باعث پوسیدگی زودرس دندوناتون میشه و حتی تو بعضی از موارد میتونه باعث آسیب رسیدن به عصب دندون بشه. بعد این ویدیو خیلی‌ها ویدیوهایی گذاشتن که از این مسئله خیلی پشیمونه و کاری که انجام دادن. ولی خب متاسفانه نمیشد به عقب برگشت. یه سری دیگه که به نظر من سطح IQشون از اون سری قبلی هم پایین‌تر بود، تصمیم گرفته بودن با چسب ناخن دندونای مصنوعی برای خودشون بذارن. و یا اینکه یه سری دیگه‌شون تصمیم گرفته بودن با مواد سفید کننده دندوناشون رو سفید کنن. خلاصه که تیک تاک یکی از بدترین جاها برای نصیحت‌های دندون پزشکیه، مگر اینکه اون شخص خودش واقعا دندون پزشک باشه. آخرین و بدترین ترند چالش دزدیدن ماشین کیاه. تو سال 2022 مردم آمریکا تو شبکه‌های مختلف شاکی بودن از اینکه ماشینای کیا یا هیونداشون داره همینجور دزدیده میشه. اما تو این مسئله فقط دزدا رو مقصر نمیدونستن و تیک تاک رو مقصر اصلی این ماجرا میدونستن. یه نفر تو فیسبوک نوشته بود دنیا رسما قاطی کرده، به دخترم زنگ زدن، ماشین کیاشو خواستن بدزدن، شیشه رو شکستن، سیما رو کشیدن بیرون. و بعد تازه توضیح داد که چرا تیک تاک حالا مقصر این مسئله میدونه. شاید باورتون نشه، یه مدل کیا بود که توی تیک تاک روش دزدیدنشو داشتن آموزش میدادن. تیک تاک بعد 2 هفته تمام اون ویدیوهای آموزشی رو برداشت، ولی تکنیکالی دیگه دیر شده بود، چون بیشتر از 1000 نفر این روش رو دیده بودن و شروع کرده بودن به استفاده از این روش و دزدیدن ماشین دیگران. تعداد دزدی ماشین کیا تو شیکاگو 767% و تو نیویورک تقریبا 2400% زیادتر شده بود. حتی رپرها تو آهنگاشون داشتن فخر میفروختن و راجع به این مسئله میخوندن. البته پلیس خیلی‌ها رو دستگیر کرد و تاکید کردش که دزدی ماشین جرم بزرگیه. فکر میکنه این بدترین نکته‌ای که اتفاق افتاد؟ نه. میرسیم به بخش زیبای بیمه ماشین. جایی که بیشتر مواقع پول تو رو میخوره و خیلی زیادی ازش نمیبینی. دقیقا تو این زمان شرکت‌های بیمه تصمیم گرفتن که دیگه هیچ کدوم از ماشینای هیوندا و کیا رو بیمه نکنن. مردم همینجور ماشیناشون دزدیده میشد و به خاطر اینکه شیشه‌های ماشینشون رو میشکوندن مجبورن هزینه‌های بالایی رو متقبل بشن. تو هیچ جایی هم حاضر نمیشد بیمه‌شون کنه. بالاخره بعد کلی دادگاه کیا و هیوندا تصمیم گرفتن این وضعیت رو تموم کنن و مجبور شدن برای بهتر کردن شرایط ماشیناشون هزینه بالایی رو بدن. هزینه‌ای که اگه اینترنت به وجود نمی اومد هیچکی مجبور نبود بده، نه مردم عادی نه شرکت‌های ماشین. و در آخر شبکه‌های اجتماعی میتونه خیلی سرگرم کننده باشه، ولی بیایم برای ترند شدن مجبور نشیم انسانیتمون رو از دست بدیم، چون این مهمترین چیزیه که همه ماها داریم. و اگه دوست داریم بازم براتون فاجعه‌های بیشتری از تیک تاک بگم، تو کامنت بهم بگید. یه خواهش دیگه هم که ازتون دارم اینه که بعد لایک ویدیو با هایپش به ویدیو من یه کمک بزرگ بکنید تا بقیه هم بتونن ببیننش. تا ویدیو بعدی. ادی. یس.